سلام دوستان، به کانال AVA خوش اومدید. بچه‌ها ما تو قسمت‌های قبلی اومدیم یک رباتی رو ساختیم که قابلیت‌های متنوعی داره. مثلا میتونه بره با چت جی پی تی چت کنه و هر سوالی که ما داشتیم رو بره از اون بپرسه و جوابش رو به ما برگردونه. یا ساخت دکمه‌های مختلف با قابلیت‌های مختلف رو با هم کار کردیم و همچنین جمع کردن اعداد و اینکه از طریق API مثلا بره دمای فلان شهری که مد نظر ماست رو بگیره و برای ما برگردونه. و تمام این قابلیت ها رو من لینک ویدیوهاشو داخل دیسکریپشن میذارم، انتهای ویدیو میتونید برید تمام اینها رو هم ببینید. و چیزی که امروز قراره با هم ایجاد کنیم اینه که با چت جی پی تی اتصال برقرار کنه و برای ما یک عکس جدید بسازه. و مثلا من میگم که بیا یه دونه گربه کیوت که رنگش هم سفید باشه برگردون، که میگم a cute white cat. این میره اینو تحویل چت جی پی تی میده، در واقع سایت اوپن ای آی میده، عکس رو میگیره و برای ما برمیگردونه. و همونطور که میبینید بعد از چند ثانیه عکس یک گربه نچندان کیوتی رو برای ما برگردون که نمیدونم حالا این کیوتش کجاست. و ما اگر دوباره هم این دستور رو بدیم میره و یه عکس جدید برامون جنریت میکنه و هیچ وقت عکس تکراری به ما تحویل نمیده، چون در لحظه ساخته میشه و مخصوص به خود ماه. و اینم گربه‌ای که بیشتر شبیه شیطون گلابیه تا کیوت. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اول تشکر میکنم از کسایی که دونیت هم کردن و حمایت هم کردن. سحر فری و محمد عزیز. محمدم چند بار کامنت گذاشته بود که هوش مصنوعی بذاریم، امروز هم آموزش هوش مصنوعی عکس تقدیم تو. و بچه‌ها بریم سراغ ادیتور وی اس کد. خب تا اینجای کدهایی که میبینید رو ما تو قسمت‌های قبلی با هم کار کردیم و اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید حتما پیشنهاد میکنم قبلش اونها رو ببینید، چون نکاتی که داخل این ویدیو میگم نکات قبلیه و ممکنه گیج بشین. و میتونید از لینکی که الان بالای صفحه میاد تمام ویدیوهای این پلیلیست رو به ترتیب نگاه کنید. خب دوستان، بدون معطلی بریم سراغ قسمت نوشتن IMG AI و عکس خودمون رو از طریق هوش مصنوعی بسازیم. میایم در مرحله اول یک کامندی تعریف میکنیم به نام پیک که آقا هر موقع از کامند پیک استفاده کرد بیاد این عملیات رو انجام بده. و دقیقاً عین قبل CTX خودمون رو باز میکنیم و دوستان الان ما یک دستور جدیدی داریم که تا اینجا باهاش کار نکردیم و اسمش هست ctx.reply with photo و میاد در واقع به ربات تلگراممون میگه که عکس برای کاربر بفرست. و به دو حالت ما بچه‌ها میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک حالت اینه که عکسمون رو به صورت آفلاین داخل سیستم داشته باشیم. مثلا من الان یک عکسی به نام test.png توی فایل پوشه پروژم دارم که میام به این صورت میگم اینو ارسال کن. کروشه رو باز میکنم، مینویسم source 2 نقطه، بعد میایم و آدرس فایلمون رو مینویسیم. مثلا من الان test.png چون کنار فایل اجراییمه و الان کافیه که بزنم node index.js تا ربات ما استارت بشه سرورش. الان اگر ما برگردیم داخل ربات خودمون و روی دکمه پیک کلیک کنم، که بچه‌ها آموزش ساخت این دکمه ها هم داخل ویدیویی که الان لینکش بالای صفحه میاد هست، اگر ندیدید میتونید از اونجا یاد بگیرین چطوری این منو رو بسازید. و روی پیک بچه‌ها کلیک میکنم و شما میبینید عکس رو از سیستم من آپلود کرد و داخل تلگرام برای ما فرستاد. و دوستان حالت دوم اینه که ما عکس رو نداریم، عکس داخل یک URLیه و به صورت آنلاین موجوده. اونو چطوری ارسال کنیم؟ کافیه به جای سورس از URL استفاده کنیم و این داخل هم بیایم مسیر URLی که مد نظرمون هست رو بنویسیم. و بچه‌ها به طور مثال من یکی از دوستانم زحمت کشیدن عکس لوگوی کانال رو روی دفتر برای ما چاپ کردن. من میام این داخل و ایمیج آدرسش رو کپی میکنم، در واقع URL اون عکسی که به صورت آنلاین وجود داره و همون URL رو میام اینجا پیستش میکنم. ما الان اگر رباتمون رو دوباره استارت بکنیم و برگردیم اینجا روی پیک کلیک بکنیم، این به صورت آنلاین بدون اینکه روی سیستم من دانلود چه عکس رو میگیره و داخل سرور تلگرام ارسالش میکنه برای کاربر مد نظر ما. پس ما به این دو صورت میتونیم از دستوری که عکس رو برای کاربر بفرسته
استفاده بکنیم که بچه‌ها من جفت این دستورات رو براتون میذارم اینجا بمونه و تبدیل به توضیح میکنم که اگر سورس کد رو دانلود کردید بهشون دسترسی داشته باشید. خب دوستان، در ادامه یه کاری که ما توی تموم کامنت های خودمون اومدیم و انجام دادیم اینه که بیایم کامند رو از متنی که کاربر میفرسته جدا کنیم و دقیقا همین خط رو من دوباره کپی پیست میکنم، عین کاری که دفعه قبلی انجام میدادیم. و باز هم من یه توضیحی برای دوستانی که این ویدیو رو برای اولین بار دارن میبینن میدم که منظور من چیه. اینجا بچه ما یه کامند پیک داریم، یه متن داریم، این میاد قسمت پیک رو از متن جدا میکنه و فقط متن رو به ما تحویل میده. داخل قسمت ایفش اون حالتی رو مینویسیم که اگر کاربر هیچ متنی بعد از پیک یا بعد از هر کامندی که داشتیم ننوشته. به طور مثال میم راهنماییش میکنیم، مثلا من بهش میگم که لطفاً درباره عکسی که میخواهید یک خط بنویسید یا حالا هر چیزی که مد نظر شماست. راهنماییش میکنید که چطوری از این کامند استفاده کنید. و بچه‌ها من اگر اینو اجرا بگیرم، شما اگر من روی پیک کلیک بکنم میبینید که میگه لطفاً درباره عکسی که میخواهید یک خط بنویسید. خب حالا یک نکته‌ای که بچه‌ها وجود داره اینه که زمانی که شما بخواید از fetch و await داخل یک فانکشن استفاده کنید، حتما باید قبل از تعریف فانکشن اون رو async کنید و واسه همین من میام async رو قبل از ctx هم مینویسم که الان فانکشن ما حساب میشه و حالا میتونیم دیگه داخل این پروژه از await و fetch استفاده کنیم. و بچه‌ها الان متن ما داخل متغیر newMSG وجود داره. طبق این تعداد خط کدی که نوشتیم اون متن و پرامپتی که کاربر قرار بفرسته الان شسته و رفته و آماده داخل متغیر newMSG. حالا من میام یک متغیر جدید تعریف میکنم به نام API Key و در واقع API که از سایت OpenAI گرفتم رو اینجا میذارم که آموزشش رو قبلا دادم، بازم از لینک بالا میتونید برید و مشاهدهش کنید. و بچه‌ها باید بیایم آپشن هاش رو بنویسیم. آپشن هاش کجاست؟ داخل سایت OpenAI که بشید قسمت داکیومنتش اگر برید API Reference از سمت چپ منو میتونید قسمت ایمیج رو انتخاب کنید و اینجا کامل براتون نوشته که آقا متدش باید حتما پست باشه، URLی که باید استفاده کنید چیه که در ادامه بهتون میگم چطوری باید استفاده کنید و همچنین میگه که آقا آپشن هاش رو چگونه بنویسید و ما دقیقاً عین همین رو میریم اون طرف مینویسیم. و بچه‌ها کامل میتونید سایز عکستون رو اینجا تعریف کنید، خودش هم تو راهنماش نوشته چه سایزهایی بهتون تحویل میده. تعدادش رو از طریق n میتونید مشخص کنید که عددی بین 1 تا 10 و پرامپتتون که چیزیه که کاربر ازش میخواد بپرسه و بهش تحویل بده اون عکس رو بسازه و مدلش هم بچه‌ها ما انتخاب نمی‌کنیم، به صورت پیش‌فرض از مدل رایگان برای ما ایجاد میکنه و میایم داخل آپشن و شروع میکنیم به نوشتن. خب متدش همونطور که گفتم حتما باید پست باشه، در غیر این صورت اصلا کار نمیکنه. و داخل قسمت هدرزش 2 تا مقداردهی بود که برای ما نوشته بود. یکی کانتنت تایپ بود که ما باید بیایم و اپلیکیشن جیسونش بکنیم دقیقاً طبق خود توضیح، و یک چیزی به نام اتوریزیشن هست که این میاد و API کی که به ما تحویل داده رو از ما میگیره. به چه صورت؟ کافیه یه بیرر بنویسیم و متغیر API کیمون رو اینجا قرار بدیم و این برای ارتباط اولیه‌مونه. همونطور که می‌بینید دقیقاً این 2 خط کد ما این رو نوشتیم. خط بعدی بچه‌ها باید بیایم و اون قسمتی که پرامپتمون رو می‌خوایم ارسال کنیم رو بنویسیم. در قسمت بادیمون میایم و این مشخصات رو مینویسیم. به طور مثال پرامپتمون رو مینویسیم. پرامپتمون قرار است کاربر گرفته بشه دیگه، الان داخل newMSG همونطور که گفتم. تعدادش بین 1 تا 10 بهتون گفتم، ولی خب من الان مثلا میگم یه دونه به من تحویل بده و سایزش رو هم طبق سایزهایی که خودش گفته میتونید یکیش رو انتخاب کنید. حالا مثلا من 512 در 512 رو انتخاب میکنم. در مرحله بعدی بچه‌ها از یک چیزی به نام ترای کش استفاده میکنیم که میاد یک عملیاتی رو
ترای میکنه، سعی میکنه انجام بده. در صورتی که اون عملیات با شکست مواجه شد، میاد و ارورش رو داخل کنسول به ما تحویل میده. یه چیزیه که به همین سادگیه. و داخل اینجا میگیم حالا بیا سعی کن چه کاریو برای من انجام بدی. بیا یک متغیری به نام ریسپانس بساز و از await fetch استفاده بکن. URLش رو گفتم بچه خودش بهمون داده. URL رو اینجا پیست میکنیم و از آپشن هایی که به ما بهش دادیم و براش تعریف کردیم استفاده بکن و این ارتباط رو برقرار کن. و در نهایت بیا یک متغیری به نام پیک بساز و این response.json رو بیا و await کن و بریز داخل پیک. و در نهایت بچه ها من میام میگم که بیا داخل لاگ کنسول من پیک رو برگردون. میخوام ببینم چی به من برمیگردونه، به چه نحوی برمیگردونه و به چه نحوی من اون URL رو میتونم ازش خارج کنم. به طور مثال من مینویسم پیک و میگم یه دونه گربه. چند ثانیه صبر میکنیم تا این عملیات رو انجام بده و داخل کنسول به ما برگردونه. خب همونطور که میبینید الان داخل کنسول برای ما برگردونده. من این رو بزرگ میکنم که دقیق ببینید. ما الان داخل اینجا یک آرایه‌ای به نام دیتا داریم که داخل اندیس صفرش URL وجود داره و ما الان این URL رو هر جایی که بزنیم اون عکس رو به ما تحویل میده. حالا میخوایم این عکس رو به کاربر برگردونیم با استفاده از CTX reply with photo. و بچه ها کاری که میکنیم دقیقاً عین مسیردهی که خودش بهمون کرد، میایم و URL رو بهش تحویل میدیم. چطوری بود؟ peak.data اندیس صفر .url، دقیقاً چیزی که به ما خودش داخل کنسولمون تحویل داده بود. و میگیم آقا این رو برای کاربر بیا به صورت فوتو بفرست. من ربات استارت میکنم و اینجا مثلا میایم مینویسیم پیک واریر، مثلا یه جنگنده، جنگجو، سلحشور یا همچین چیزی رو برای ما برگردونیم و چند ثانیه صبر میکنیم و میبینیم که یه شیطون گلابی، جنگجوی شیطون گلابی برگردونده. خب دوستان امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. لطفاً اگر این تولید محتوا رو دوست دارید حتما لایک و کامنت و ساب و این چیزا رو بزنید که بزرگترین حمایت از من. دمتون گرم، موفق و پیروز باشین.